سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 14 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. استعفای وزیر کارهای داخلی مولدووا در پی 2 افسر و کشتن رستم اشوروف. منبع: دلشاد کراسافچیک را از فرودگاه مسکو روست به اوکراین بردند. بانک مفلس شده به شرکت یک روزه که همگی 500 سامانی سرمایه داشت 2 میلیون یورو قرض داده بود. چرا در تاجیکستان به ماشین یاری تاجیلی راه نمیدهند؟ یک جوانزن تاجیک را در پتربورگ زده کشتند. متهم یک تاجیک دیگر. زمین لرزه شدید در مرز تاجیکستان با افغانستان. و اکنون تفصیلات خبرها. وزیر کارهای داخلی مولدووا آنا ریوینکا روز 14 ایول سال 2023 استعفا داد. استعفای او در پی تیرپرانی شام 30 ایون در فرودگاه کیشینیوف پایتخت مولدووا است. کشاورز تاجیکستان رستم اشوروف بعد راه دادن نشدنش به این کشور سلاح افسر مرزبان مولدووا سرگئی مونتینیان را از دستش کشیده گرفت و او و خادم امنیت فرودگاه پدپلکوونیک مصطفی ایگور چوفو را کشت. آنا ریوینکا سال 2021 رهبری وزارت کارهای داخلی مولدووا را به عهده داشت. او هنوز استعفای خود را شرح نداده است. سروزیر مولدووا دورین ریچان روز 14 ایول اعلام کرد که 3 وزیر عریضه استعفا نوشتند. وزیر کارهای داخلی آنا ریوینکا، وزیر معارف اناتولی توپاله و وزیر زیربنا یا اینفراستراکتور لیلیا دابیجا. ریچان گفت روز دوشنبه 17 ایول نامزدهای نو برابری این 3 وزارت را به پرزیدنت مولدووا مایا ساندو پیشنهاد خواهند کرد. ریچان قبلا گفته بود که روز 14 ایول در جلسه حکومت موضوع تیرپرانی در فرودگاه بررسی شده. بر اساس نتیجه های این نشست تصمیم های مرکب ولی لازم از جمله تصمیم های کادری گرفته خواهند شد. اپوزیسیون مولدووا حکومت کنونی این کشور را به نااندیشیدن چاره های لازم برای تامین امنیت در فرودگاه ایبدار کرده بود. از جمله وزیر سابق کارهای داخلی ویکتور کاتان حکومت را ایبدار کرد که میخواهد دامنه جنجال تیرپرانی در فرودگاه را خرد نشان دهد. او این حادثه را نتیجه اختصار به شدت شمار کارمندان مقامات حفظ حقوق و به کار گرفتن افسران جوان و بی تجربه نامید. ولی سروزیر دورین ریچان اخیراً بار دیگر به عمل کردن مقامات حفظ حقوق در جریان حادثه تیرپرانی در فرودگاه بهای بلند داده و گفت پلیس مرزبانی به طور حرفه‌ای رفتار کرده تیرانداز رستم اشوروف را محاصره کرده و امکان ندادند که کسی را گروگان بگیرد. جسد رستم اشوروف شهروند 43 ساله تاجیکستان را که شام 30 ایون 2 نفر از افسران مولدووا را در فرودگاه کیشینیوف پایتخت این کشور کشت و خودش شام 3 ایول بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در بیمارستان جان داد. روز 9 ایول از مولدووا به تاجیکستان آورده شد. مقامات مولدووا جسد او را به خویشاوندش که مخصوص برای آوردن جسد او به مولدووا رفته بود دادند. رستم اشوروف در تاجیکستان به دست داشتن در یکی از پرسر و صداترین جنایت‌های سال‌های اخیر را بودن معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف ایبدار میشد. رستم اشوروف در آخرین صحبت خود به مادرش که از فرودگاه کیشینیوف بعد کشتن 2 افسر مولدووا زنگ زده بود اعتراف کرد که اسمت‌اللهیف را دلشاد سیدمرادوف شکنجه داده کشت و مرده‌اش را او برده به دریا پرتافت. یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد روز 14 ایول سال 2023 خبر داد که دلشاد سیدمرادوف سرکرده گروه ربایندگان معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف به احتمال غالب حالا در قلمرو سرزمین‌های از سوی روسیه اشغال شده اوکراین قرار دارد. بنا به اطلاع دریافتی صبح 25 ایون که دلشاد سیدمرادوف از دوشنبه به مسکو پرواز کرد، او را در فرودگاه پایتخت روسیه همسبقان دانشگاهیش پیشواز گرفته به اوکراین به قرارگاه یکی از پایگاه‌های شرکت خصوصی عربی چویکا واگنر فرستادند. دلشاد سیدمرادوف سال 2006 رشته حقوق شناسی دانشگاه وزارت کارهای داخلی روسیه در شهر سانت پتربورگ را ختم کرد و یک مدت در پلیس روسیه کار کرده است. رهبر واگنر ایوگنی پریگوژن که با بقاگی و پسند نکردن مقامات روسیه نام برآورده است، هیچگاه آدمانش را که اکثرا از حساب دزد و رهزن و محبوسان سابق جمع آورده است به مقامات نمی سپارد. گذشته از این در سرزمین‌های اشغال شده اوکراین نهادهای چون پلیس درست کار هم نمی کنند.
این میتواند در روی بازداشت و استرداد دلشاد سید مرادوف حتی در صورت به این کار میل نشان دادن مقامات روسیه مشکل پیش بیاورد. به بالای این در صورت نهایی شدن سرنوشت چویکا واگنر سید مرادوف را میتوانند به یگان نهاد دیگر گذرانند و یا به یگان پایگاه های دیگر واگنر برای مثال به بلاروس یا به یگان کشور افریقا یا خاور میانه انتقال دهند. گفت امصوبت بامداد مشکل دیگر به عقیده او شهروندی روسیه را داشتن دلشاد سید مرادوف است. هرچند قانونهای تاجیکستان در صف مقامات کار کردن به شهروندهای کشورهای دیگر را منع میکند، سید مرادوف به شهروندی روسیه چند سال در چندین نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان کار کرد. روسیه بر اساس قانونهایش شهروندان خود را به کشورهای دیگر استرداد نمیکند. البته میتوانند مثل عزت امان اول شهروندیش را بیکار کند و سپس به تاجیکستان استرداد یا اخراج کند، ولی برای این مقامات روسیه باید اول او را از دست چویکا واگنر بگیرند که کار آسان نیست. افزود امصوبت بامداد مقامات تاجیکستان تا کنون درباره مکان بود و باش دلشاد سید مرادوف بجز اینکه او بلافاصله بعد کشتن و به دریا پرتافتن جسد شهرت اسمت اللهیف به روسیه فرار کرده است، معلومات دیگری ندادند. یک گروه امانتگزاران بانک مفلس شده تاجپران بانک با گذشت 6 سال از قطع فعالیت این بانک به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، داستان کل یوسف رحمان و دیگر رهبران نهادهای حفظ حقوق جمهوری خواستند که برای رویانیدن پسندازهای در این بانک از دست داده آنها کمک کنند. آنها میگویند مفتش پرونده رئیس تاجپران بانک جمشید زیایف با سببهای به آنها نامعلوم امانتگزاران این بانک را در این پرونده جبر دیده اعتراف نکرد و منفعت‌های آنها را تماما به نظر و به حساب نگرفت. به معلومات شما میرسانیم که زیایف جمشید سابق رئیس تاجپران بانک در رفت تفتیشات پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان 11 اموالش را که 250 میلیون سومانی را تشکیل میدهد به مفتش پروکراتور گنرالی پیشنهاد نموده در نزد امانتگزاران تاجپران بانک به عهده گرفت که از حساب اموالش قرض پسندازهای امانتگزاران تاجپران بانک را برگرداند. مفتش به سود ناحیه سینای شهر دوشنبه برای حبس گرفتن اموال زیایف جمشید پیشنهاد نمود. سودیه ناحیه سینای شهر دوشنبه اموال پیشنهاد نموده زیایف جمشید را با قرار مفتش پروکراتور گنرالی در حبس خود گذاشت، ولی تا حال به سببهای به ما نامعلوم هموال اب شده به مالکیت تاجپران بانک نگذشت تا که امانت‌های پسندازمان را برگردانند. سجن مصادره کردن اموال زیایف جمشید را که میبایست به توازن تاجپران بانک میگذاشت نه از حبس خود آزاد کرد. نوشتند امانتگزارانی که 6 سال باز پول خود را از تاجپران بانک پس گرفتن نمیتوانند. امانتگزاران میگویند با مشورت‌های پیوسته مفتش دادستانی کل و دادرس دادگاه ناحیه سینا با دعواهای خصوصی برای رویانیدن پول خود از حساب مال و ملک زیایف به دادگاه ناحیه شاهمنصور مراجعت کردند، ولی دادرس این دادگاه نیز نتوانسته است مسئله را حل کند و عریضه دعواگی امانتگزاران تاجپران بانک را رد کرده امکان نداد که آنها در پرونده همچون جبر دیده اعتراف شوند. امانتگزاران در نامه خود چندین موردهای حیرت انگیز چگونه به تاراج رفتن دارایی‌های تاجپران بانک را نیز آوردند که از مطالعه‌اش کس انگشت حیرت می‌گزد. تقدیم 2 میلیون یورو قرض به شرکت یک روزه که همه سرمایه‌اش 500 سومانی بود. شرکت جهان سیر سانه 23 ینور سال 2013 به قید گرفته شده است. فوند اوینومویش 500 سومانی را تشکیل میداد. سراغ این شرکت در شهر دوشنبه کوچه محمد علی بینای رقم 62 جایگیر شده. مؤسس و دیرکتورش شهروند جمهوری تاجیکستان بیروز حسن می باشد. شرکت جهان سیر علاقه بعد یک روز به قید گرفته شدنش یعنی 24 ینور سال 2013 به بانک تاجپران بانک با مکتوب مراجعت نموده خواهش کرده است که برای خریداری نمودن قسمای احتیاطی هواپیمای تمغه بوینگ جی 737 ایروبوس ا 319 و 203 با کفالت شرکت هواپیمایی ایکس ال هامبورگ ایرویز اروپیانی جمهوری فدرالی آلمان دیرکتورش شهروند جمهوری فدرالی آلمان سرگئی فیگر به او قرض کوتاه مدت به مبلغ 2 میلیون یورو داده شود. عریضه شرکت نامبرده خود همان روز یعنی 24 ینور سال 2013
با کمک قرضی توجپرونبانک واگذار کرده شده. خود همون روز جلسه کمیته گذرانده شده برای دادن قرض روزگی داده شده است. بعدا خود همون روز یعنی 24 ینور سال 2013 جلسه ریاست بانک بنابر مبلغ کلان بودن قرض داده شونده گذرانده شده برای دادن قرض روزگی داده شده. خود همون روز شرطنامه قرض تحت رقم 9313 از 24 ینور سال 2013 بین توجپرونبانک و شرکت جهان سیر به 2 میلیون یورو به مدت 3 ماه یعنی از 24 ینور سال 2013 تا 24 اپریل سال 2013 با میار 24% سالانه بسته شده است. در نتیجه الکی روز 25 ینور سال 2013 مبلغ 2 میلیون یورو به صورت حساب اسعار خارجی شرکت جهان سیر گذرانده شده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان چرا به یوری تاجیلی راه نمی‌دهند؟ این موضوع پس از نشر نوار صدمه با اشتراک ماشین یوری تاجیلی در دوشنبه در کانال پرویز تیوی مورد بحث کاربران قرار گرفت. روز 9 ایول در شبکه‌های اجتماعی نوار صدمه با اشتراک ماشین یوری تاجیلی در یکی از کوچه‌های دوشنبه نشر شد. در اون دیده می شود که ماشین یوری تاجیلی با افت سبکرو و بعداً به سیمچوب کنار را برخورده است. تا حال شرح رسمی مقامات درباره این صدمه نشر نشده است و کوشش‌های ما نیز برای گرفتن معلومات به نتیجه ماند. کاربران در شرح نوار نوشتند که رانندگان به ماشین یوری تاجیلی اکثر وقت راه نمی‌دهند. رحیم جان رحمانوف، معاون دیرکتور مرکز شهری یوری تاجیلی تیوی میگوید راه ندادن ماشین‌های شخصی به نقلیات یوری تاجیلی مشکل داغ است. به گفته او راننده‌های نیز هستند که قاعده‌ها را رعایت می‌کنند و راه می‌دهند. در همین حال پلکونیک ملیته ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی حسن‌زاده سید مومن قید نمود که برای راه ندادن به نقلیات حالت‌های فوق‌العاده به مثل یوری تاجیلی خدمات آتشفشانی موافق کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان چاره‌جویی کرده می شود. به گفته او این ماشین‌ها حقوق دارند در حالت‌های نهایت ضروری حتی هنگام سرخ بودن چراغک گذرند به شرطی که صدادهنده‌های آگاه کننده یا سیرن آنها فعال باشند و راننده مطمئن باشد که هنگام عبور حالت صدموی را به میان نمی‌آورد. ماده 318 کد حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان برای اطاعت نکردن رانندگان واسطه‌های نقلیات برای چراغک راهنما یا اشاره تنظیمگر راه ندادن به نقلیات برای گذشتن برتری داشته به اندازه از 3 تا 5 نشان دهنده برای صبح‌ها جریمه پیش بینی می‌کند. رانندگان نقلیات یوری تاجیلی مرکز شهری یوری تاجیلی تیبی نیز از بی‌ترتیبی و قاعده ویرانکنی‌های رانندگان در راه شکایت کرده گفتند به نزد بیمار در وقت معین شده رسیدن نمی‌توانند. در یک نوار دیدم که کاروان ماشین‌های پرزیدنت ترکیه در راه ماشین یوری تاجیلی را راه داد. در موچه از یک طرف هر لحظه زنگ زده میگویند تست روید، احوال بیمار وزنین است، از طرف دیگر به ما راه نمیدهند که به نزد بیمار فورا حاضر شویم. بعضی رانندگان حتی مقابل حرکت میبرایند. راه ندادن یک طرفی است. در فعالیت کارمندان حالت‌های نیز کم نبودند که بیمار تا رسیدن یوری تاجیلی فوتیده است. ما با تمام قوت کوشش میکنیم که هر چیز زودتر به نزد بیمار رسیده یوری رسانیم، ولی مانع‌ها به کار ما نهایت زیادند. در بعضی کوچه‌ها در دو طرف راه افت شخصی توقف کردند. درآمدگاه بعضی بناها مانع‌ها دارد. به گفته رحیم جان رحیموف، هیئت یوری تاجیلی در مدت نه بیش از 4 دقیقه بعد از قبول دعوت باید آماده سفر شود، در نزد بیمار باشد، موافق تحلیل‌ها وابسته به مسافه راه تا 13 دقیقه حاضر شدن لازم است. ولی مانع‌های راه یا راه ندادن رانندگان اتومبیل‌های شخصی سبب می شود که از وقت معین شده دیر می کنند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی دیگرباره هشدار داد که روزهای 14 ایول سال 2023 در حدود ولایت ختلان، سوخت همچنان نویه‌های تابع جمهوری بر اثر شدت شمال از سمت جنوب و غرب و روزهای 15 ایول در یک قطار نویه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای پرچنگ و
غبار در نظر داشته شده است. در شهر دوشنبه و ناحیه‌های جنوبی و مرکز ولایت ختلان، ناحیه‌های تابع جمهوری و نواحی شمال ولایت سوغد و ناحیه‌های جنوب و شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان آلودگی هوا از حساب ذره‌های چنگ پیش بینی شده است. روزهای 13 و 14 ایول در قطار ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت سوغد و ناحیه‌های تابع جمهوری خطر سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها باقی میماند. در این ارتباط کمیته تکراراً به اهالی مراجعت میکند که چاره‌های احتیاطی را رعایت کنند. سیل راه‌ها، جوی‌ها و کانال‌های محل خود را همیشه تازه نگاه دارند تا آب راه بی ممانعت بیرون رفتن داشته باشد. در چنین روزها رفتن به دامنکوها و ساحل رودخانه‌ها برای جمع‌آوری هیزم، گیاهای داروواری، مای داری و شکار مصلحت داده نمی‌شود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. در ناحیه سنترال یا مرکزی شهر سانت پتربورگ روسیه، خویشاوندان از بینشان شدن یک جوانزن 30 ساله تاجیکستان در تشویش افتاده شبانه به خانه او در کوچه دوم سویتسکی آمدند و متاسفانه جسد او را با آثار لتوکوب پیدا کردند. برای کشتار این جوانزن یک مرد 37 ساله نیز زاده تاجیکستان تحت جستجو قرار دارد. بنا به گزارش نشریه محلی نیو تودی، نزدیکی های نیمه شب چهارشنبه 12 ایول سال 2023 به پلیس درباره یافت شدن یک جسد در منزل دوم سویتسکی خبر دادند. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده جسد یک زن 30 ساله زاده تاجیکستان را پیدا کردند. جسد را با علامت های زیاد لتوکوب به مرگ فرستادند و تشخیص باید سبب مرگ این جوانزن را معلوم کند. خویشاوندان این زن که در آن منزل قرار داشتند و از آنها به پلیس و یاری تاجری زنگ زدند. خبر دادند که این جوانزن به زنگ‌ها جواب نمیداد و آنها مجبور شدند که در منزل اجاره او را با زوری گشوده درآیند. آنها گفتند که مرده جوانزن را در روی کت خوابش پیدا کردند. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 105 کودکس جنایتی روسیه با اتهام کشتار پرونده جنایتی گشوده یک همشهر این جوانزن را که 37 سال دارد با گمان دست داشتن در لتوکوب و کشتن او تحت جستجو قرار دادند. به او برای آدمکشی تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. هر سال در روسیه به علت‌های مختلف تا 1000 نفر از زادگان تاجیکستان می‌میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و صدمه‌ها و بیماری‌ها از علت‌های اساسی مرگ و میر مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود. ولی هر سال در این ملک غربت 10 تن از زادگان تاجیکستان با مرگ مجبوری ترک این دنیا می‌کنند. چندین نفر آنها متاسفانه با دست هموطن‌های خودشان کشته می‌شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.